فرصت دارید در بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و احترام خدمت همکاران محترم و مردم شریف ایران، اجازه میخواهم که نطق خود را در دو محور آغاز نمایم. اول اینکه چرا و به چه دلیل باید جایگاه و شأن مجلس و مرکز قانونگذاری کشور آنقدر پایین آورده شود که نمایندگی به خاطر اظهار نظر در راستای وظیفه نمایندگی برخلاف مفاد اصل 84 قانون اساسی بارها به دادگاه فراخوانده شود که این جانب یکی از نماینده هایی هستند که در یک سال گذشته به دلیل اظهار نظر در مورد یک موضوع و رویداد تاریخی ملت کرد با شکایت یکی از نهادهای خاص بارها به دادگاه احضار شده‌اند. بخش دوم عرایضم را این مرتبه با مشکلات جاده، آب، بهداشت و صنعت نداشته مناطق کردنشین آغاز نمی کنم، چون تاکنون هر دولتی که روی کار آمده است به بهانه‌های مختلف مناطق کردنشین را از توسعه و ارتقاء شاخصها محروم نموده است، بلکه این بار نطق خود را از تاریخ سراسر تلخ کردستان شروع می کنم. همکاران محترم، من از دیاری صحبت می کنم به نام کردستان و مکریان که مردم آن نه تنها آریایی اصیل هستند، بلکه قبل از تشکیل فلات ایران در این دیار زیستند. از دیاری صحبت می کنم که مردمان آن در طول تاریخ به دلیل عدم تسلیم در برابر زیادخواهی های حکومت های استبدادی به پایدار رفتند و ایستاده جان دادند، اما در برابر ظالمان هرگز زانو نزدند. از مردمی صحبت می کنم که فرزندانی همچون شیخ سعید پیران، ملا مصطفی بارزانی و قاضی محمد داشتند و به هدف اینکه برای نوه‌های آینده شعار کردی کم بیجی و کل بیجی یا کم زندگی کن و مردانه زندگی کن را عملا ثابت کنند ماندند و پشت به دشمن نکردند و ایستاده به پایدار رفتند. من از سرزمینی صحبت می کنم که توسط رژیم های استکباری انگلیس و غرب بین 4 کشور تقسیم شدند تا مبادا روح آزادگی مردمان آن روزی یکی گردد و حکومت مادی و فاسد آنان را به زیر آورد. من از 182,000 نفر زن و بچه و پیرمرد بیگناه کرد میگویم که با درندانه ترین شیوه توسط رژیم بس و منافقین جنایتکار انفال و زنده به گور شدند و از مردمی صحبت می کنم که در طول حکومت ننگین شاهنشاهی تسلیم نشدند و شهدای فراوانی در این راه تقدیم کردند. من از سرزمین همچون افرین و کوبانی می گویم که شیرزنان و مردان آن بیش از 134 روز با کمترین امکانات در برابر جنایتکارترین نیروهای ترۆریستی داعش و النصره و ارتش تا دندان مسلح ترکیه و ناتو ایستادند و جانانه مبارزه کردند. من از مردمی میگویم که نمایندگان قانونی مجلس آنان از جمله رهبر تنها حزب کردی صلاح الدین دیمیرتاش به دست حکومت نیو عثمانی زندانی شدند. من از سرزمینی میگویم که مردمان آن در 2 دوره ریاست جمهوری آقای روحانی با صداقت تمام با شعارهای شیرین و کم عملی شده ایشان همراه شدند و همکنون در بدترین وضعیت اقتصادی قرار گرفتند. من از مردمی صحبت می کنم که جوانان آن دارای مدال‌های جهانی علمی و ورزشی هستند و برای این مرزوبوم افتخارها آفریدند، ولی برای به دست آوردن یک لقمه نان به شغل جانکاه کوله‌بری و کورخانه‌های آجرپزی روی می آورند. اما به جای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های اشتغالزا و توسعه عمران توسط مسئولین به مهمانی گلوله‌ها دعوت می‌شوند که متاسفانه در عرض 1 سال گذشته صدها جوان کوله‌بر کرد کشته و زخمی شدند. چه کسی جوابگوی فرزندان بی سرپرست شده آنان است؟ آیا این رواست که جوانان ایرانی با گلوله ایرانی به خاطر معیشت حداقل خانواده به جای ایجاد اشتغال توسط دولت به دست نیروهای انتظامی و مرزبانی به گلوله بسته شوند؟ من از مردمی صحبت می کنم که جوانان کوله‌بر آن برای درآمد 50,000 تومانی به خاک و خون کشیده می شوند، ولی وارد کننده ها و قاچاقچیانی
مرزنشین به خاطر عدم توانایی مالی اجازه بستری شدن به آنها نمیدهند. از مردمی صحبت میکنم که با خاطر یک بیماری ناخواسته و هزینه‌های تامین نشده توسط دولت مردان مدعی به زیر خط فقر سقوط کردند و بارها آرزو میکنند که کاش با درد بیماری جان میدادند ولی زن و بچه‌هاشان نانی برای خوردن داشتند. از مردمی صحبت میکنم که طاقت آنها از وعده‌های عملی نشده مسئولین به سر رسیده است و دیگر تحمل شعارهای مردم فریب را ندارند. لذا ضمن قدردانی از انتخاب چند نفر کرد و اهل سنت به عنوان معاون وزیر و سفیر از این تریبون و به عنوان نماینده مردم به آقای روحانی و کابینه ایشان توصیه میکنم که معیشت مرزنشینان، اشتغال و توسعه مناطق کردنشین را جدی بگیرند، چون دیگر از این آرای میلیونی خبری نیست. دیگر آن دوران گذشته است که با شعارهای لعابدار و غیر عملی از جمله وعده مشارکت اقوام و مذاهب و اهل سنت در مدیریت‌ها، توسعه متوازن مناطق محروم، کاهش نگاه امنیتی به مناطق، اجرای کامل اصول قانون اساسی و اصل 15 قانون اساسی یا تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس، رفع تبعیض ناروا و غیره، مردم را به پای صندوق‌های رای بکشانند. آقای روحانی، دیگر آن دوران گذشته است که کارهای خود کرده را به گردن دیگران بندازیم، مرزها را ببندیم، تورم افسار گسیخته و فشار کمرشکن اقتصادی به مردم تحمیل نموده و مدیریت ناکارآمد دولت را به گردن دشمن، دیگران و یا تحریم بندازیم. در یک کلام آقای روحانی، اگر توان و اختیار برنامه‌ای عملی برای مدیریت اقتصادی کشور به اجرای قول و وعده‌های انتخاباتی خود در قبال جمعیت میلیونی کردها و اهل سنت کشور دارید، به صورت برنامه‌ای و مدون در مدت باقی مانده دولت اعلام نمایید. در پایان با شعری کردی از استاد ناصر آقابرا، شاعر پرآوازه مهاباد و کردستان عرایزم را پایان میدهم. نشت من سجان شیرینم بلاگردانی تو، نشت من دار و نداری من فدای لاوانی تو، نشت من دردی لمن زاروتی بیتاوانی تو، دشمنی سنخوری کردستان دکوژه جانی تو. السلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب آقای محمودزاده، نماینده محترم مهاباد. آقای یوسف نژاد در خدمت. بله، انتخاب 2 نفر از نمایندگان هم